با عرض پوزش، با احترامی که به همه پیروان مکتب شیعه در واقع دارم، اما قبول کنیم با موضع سکوتی که مراجع تقلید و جامعه روحانیت شیعه در ایران اتخاذ کردن سبب شدن که پیروان این روحانیون و خصوص جوانان شیعه دیگر آر و ننگ بدانند که بخوان دیندار باشن و در مراسمات مذهبی شرکت کنن. حالا سوالم، مهمترین عامل این اعتراضات سیاسی جوانان روحانیون جوان شیعه چی میتونه باشه؟ آیا بحث سیاسی صرف است یا خیر از اون جایی که میبینن دیگر کسی افتخار نمیکنه به این مکتبی که آن رو مکتب ناب محمدی و مکتب اهل بیت میدانن؟ در این باره نظر شما رو میشنویم. ببینید جناب آزمایش به خوبی توضیح دادن. خیلی از کسانی که در حوزه ها سرگرم تحصیل بودن جوانانی بودند که معتقد به دین اسلام و شیعه بودند و میخواستند با تحصیل در این رابطه نقشی رو در دفاع از مذهب و ترویج مذهب به عهده بگیرند. مذهب، نه سیاست مذهبی، نه سیاست علی خامنه‌ای، نه سیاستی که فکر میکنه با دادن هزینه طلاب میتونه اونها رو استخدام کنه و ازشون استفاده و به ویژه سوء استفاده کنه. ببینید اینها دارن دلزده میشن. خیلی هاشون همونطور که شما اشاره کردید دارن حوزه ها رو ترک میکنن به خاطر اینکه اینها رفتنشون در حوزه، بودنشون در حوزه برای خدمت به دینی بود که به اون اعتقاد داشتن، ولی وقتی میبینن که این تحصیل و این حضورشون در این حوزه ها نه تنها کمکی به دین نمیکنه بلکه سیاست هایی که اداره کنندگان حوزه ها، حکومتی که در ایران بر سر کاره، مردم رو دینگریز کرده، نه تنها بلکه دین ستیز کرده. ببینید دینگریزی یک گام اول. من امروز شاهد این هستم که مردم دین ستیز دارن میشن تو ایران. این با لایسیته و جدایی دین از سیاست تفاوت داره، چون آدم میتونه مخالف دخالت دین در سیاست باشه ولی به دین اعتقاد داره. الان مردم داره اعتقادشون از دین بریده میشه. یعنی این کاری که 44 سال جمهوری اسلامی کرد فکر میکنم هیچ رژیم ضد مذهبی نمیتونست انجام بده و این همه موفق باشه تو کارش. اینا دارن مردم از دین میرنجونن، از دین دور میکنن. خب گاهی افرادی هستن مثل مولوی عبدالحمید، نقشی که به عهده گرفته در این 8 ماه گذشته که بالاخره به کسانی که به هر دلیلی به دین اسلام اعتقاد دارن بهشون داره یک نوع دین اسلام دیگری